دوستان یه لحظه این کلیپ رو ببینید. تاكل بطني بجعني يا ناس يا مسلمين يا عرب يا عالم انا جوعانه. حالا این کلیپ رو ببینید. بزرگترین آرزوش غذا. شما 1 ساعت تصور کنید بچه‌تون نوه‌تون ازتون غذا میخواد، 1 ساعت نمیتونه غذا ازش برسونه. نه یه روز، نه 2 روز، نه 3 روز، 1 ساعت نمیتونه غذا ازش برسونه. چه سوال میشه؟ حالا اینو میخوام بگم به اویی که سنگ مردم اسرائیل رو به سینه میزنه. کمک‌های مردمی که داره میشه برای مردم غزه تو راه جلوش میگیرن، این بلا رو سرش میارن. آردا رو میریزن تو خیابونا که نرسه به کودکان غزه یا مردم اسرائیل. چه مردمش چه حکومتش اصلا یا حرومزاده، ما نمیدونیم چه تخم و ترکه‌ای هستن. ربات یه تیکه آهن خدای بیشتر از احساسات داره. اینقدر نامردن، اینقدر پستن که جلو چششون میبینن چه اتفاقی داره میفته. بعد دور دیوارای غزه کباب میزنه که بوش برسه به مردم غزه، به کودکای غزه. اینقدر یا نامرد و پسته. بعد جناب عالی میگه یا فکر آزادی مردم ایرانه، نه یا میخوان مردم ایران رو آزاد کنن. چقدر تو نادونی دیگه، تو دیگه چقدر نادونی. خیلی اعصابت خورد میشه از این تصاویری که میبینی. خیلی نگران نباش، همینطور ادامه پیدا کنه 48 ساعت تا 72 ساعت دیگه این محاصره غذا و دارو و شیر خشکویی ادامه پیدا کنه. یه کودک غزه نمیبینی که عکسش بیاد تو فضای مجازی سکوتت خراب بشه. یه همشون از بین میره و کودکان غزه شکایت سکوت ما رو به خدا میکنه. به والله در روز قیامت یکی از سوالایی که از ما میپرسن از مردم